بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین. با عرض سلام و احترامات خدمت یکایک بیننده های عزیز و دوستان نهایت محترم، با آرزوی موفقیت در هر گوشه دنیا که هستیم، بازم خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای چینل یوتیوب جعفری. در این ویدیو نظر عزیزان و بیننده های بسیار عزیز را جلب میکنیم به اعمال زیارت اهل قبور، یعنی کسایی که میره بالای قبرستان برای زیارت اهل قبورشان، برای امواتشان، چه کارهایی را انجام بدهد، چه چیزهایی را، چه اعمال را انجام بدهد که فضیلت بیشتر دارد. میرویم سراغ روایات و کتاب‌های دعا ببینیم چه اعمال را یک انسانی که برای امواتش سر قبرستان میرود انجام بده و در کدام روزها انسان اگر سر قبر اموات بره ثواب زیاد و فضیلت زیاد دارد. از بهترین مواقع زیارت بعد از ظهر روز پنجشنبه تا غروب و صبح روز شنبه و صبح روز جمعه از اذان صبح تا طلوع آفتاب است. هم زیارت اهل قبور فضیلت بسیار زیاد دارد. و در روایات دیگری که راجع به ثواب و فضایلی که چه اعمال را آدم انجام بده، در یکی از روایات که در بحث کیفیت زیارت قبور مؤمنان آمده است می‌فرماید که کسی که می رود بالای قبر 7 مرتبه سوره توحید را بخواند. کسی که 7 مرتبه سوره توحید را میخواند، حضرت امام رضا علیه السلام میفرماید وقتی که میره بالای قبر دست خود را روی قبر بگذار و 7 مرتبه سوره قدر، سوره انا انزلناه را بخوان و خداوند متعال در روز فزع اکبر یعنی روز قیامت از ترس و وحشت ایمان خواهد داشت و همین ثواب و همین فضیلت را برای صاحب قبر هم در بعض روایات آمده است که خدای متعال می نویسد، یعنی هم برای خواننده کسی که 7 مرتبه سوره قدر را بالای قبر می خواند و هم اون میتی که داخل قبر هسته از اون ثواب بهره مند می شود. خب در بعضی روایات دیگری که کسایی که در دنیا حق پدر مادر را پامال کرده، راهش رفتن بالای قبر پدر مادر و برای آنها دعا و استغفار نماید و اون کارهایی که در دنیا برای پدر مادر نکردن، یعنی بی احترامی کردن، حق پدر مادر را پامال کردن، در عوضش بره بالای قبرستان پدر مادر برای آنها استغفار نماید و نیت آنها صدقه بدهد، نماز والدین که 2 رکعت نماز است خب اینا رو بخواند و حتی خب بالای قبرستان که میروی بالای قبر پدر مادر دعا بکند، استغفار نماید، خداوند متعال حاجتش را برآورده میکنه. پس بهترین راه برای اینکه یک انسانی که اگر خدای نخواسته در دنیا به احترام به حق پدر مادر کرده، میتواند بالای قبرش برود و برای آنها طلب استغفار و دعا نماید و نماز والدین بخواند که اینها باعث ادای حقوق والدین خواهد شد. و دیگه از آداب و رسومی که انسان باید بالای قبر انجام بدهد، یک زائر اهل قبور، اینکه اول بدن زائر پاک باشد، دوم اینکه زائر از ناحیه پای میت وارد شود نه از ناحیه سرش، سوم اینکه هنگام زیارت رو بر روی میت باشد، چهارم این که هرچی میتواند قرآن بخواند و مستحب است سوره توحید و سوره یاسین زیادتر بخواند، و پنجم دعا کردن به میت رو به قبله، دعا بکنه برای میت، وقتی دعا کردن رو طرف قبله باشه، و ششم هنگام قرائت قرآن هم رو به قبله بنشیند، هفتم آب پاک برای قبر میت بریزد. منظور از آب پاک هم خود پاک باشه، یعنی نجیس نباشه و دیگه اون آب حلال باشه، که در بعض از جاها روایت چه آدم میبینه
که آب آمده از مسجد پر کده بره در بله قبر مثلا اموات خو میرزن. خب بابا جان این آبی که تو از مسجد برده بله قبر اموات خو میشه میکنی، از نظر عقل و یا از نظر شرع امیر سوال کرده که درسته یا نادرسته؟ آیا این مسجدی که اینجا قرار داره که تو آبش رو برده بله قبر اموات خو میرزنی، خب این چگونه آبی هست و برای چی هست، برای چی وقف شده، برای چی وقف نشده، آیا اجازه هست یا اجازه نیست؟ اینها را هم مد نظر باید داشته باشیم. آبی که روی قبر میرزد پاک باشد. و دیگه از آدابی که انسان مر بالای قبر و برای اموات دعا میکنه، صدقه هم بدهد که صدقه دادن برای اموات ثواب بسیار زیاد و فضیلت بسیار زیاد دارد. خب حالا می رویم سراغ سوال بعدی. چه چیزهای سر قبرستان مکروه عزیزان؟ چه چیزهای سر قبرستان مکروه؟ از جمله چیزهایی که در اینجا در بعض روایات آمده، خندیدنی که در جاهای دیگه انسان میخندد با صدای بلند، صدای قهقه، خنده کردن بالای قبرستان مکروه. و دیگه بعضی جاها آمده آب دهان انداختن بالای قبرستان مکروه. و دیگه این که اگر انسان غذا بخوره بالای قبرستان، یعنی این غذا خوردن انسان را به یاد مثلا حب دنیا و هوای نفس بیاندازد و از عالم مثلا قبر و قیامت فراموشی بدهد، این خوردن هم بالای قبرستان مکروه. خوردنی که انسان از یاد عالم قبر و قیامت بیاندازد و مثلا چی یاد حب دنیا و هوای نفس بیاندازد. خوردن غذا اگر انسان را به یاد دنیا انداخت و او را از تفکر و تدبر در مرگ و میعاد باز دارد، از همین باب ناپسند خواهد بود، یعنی مکروه، بهتره که اجتناب نماید. این بودن یک سری اطلاعات و کارهایی که یک انسانی که میره رو مثلا سر قبر امواتش در خدمت عزیزان و بیننده های عزیز گذاشتیم. و السلام علیکم و رحمت الله.